یو گایز، بچه‌ها خیلی خوش اومدید به ویدیوی جدید کانال CSR که توی این ویدیو میخوام یه VPN فوق العاده سریع و قوی بهت نشون بدم با تستش. منتها قبل اینکه بخوام ویدیو رو شروع کنم لطفاً لایک، کامنت و سابسکرایب یادت نره. کانال رو تازه زدیم، بیاریمش بالا که بتونیم ادامه بدیم مسیر رو. خب بریم سراغ معرفی برنامه. اسم برنامه لوسی VPN. یه سری نکات ریز داره که حالا داخل برنامه بهتون میگم. ببینید، برای سرور لیست شما روی این تکست این پایین باید کلیک کنید که یه سرور لیست طولانی از IP های امریکاست. این برنامه فقط مختص اون دسته از عزیزانیه که دنبال IP آمریکا میگردن، چون خب سرورهای سریع داره. حالا یه سری سایت ها هستن که نیاز به IP آمریکا دارن و خب اینجا که شما وارد چی شروع میکنه به تست گرفتن از این سرور لیست. اونایی که برای نت شما مناسبه ردی میزنه و میاد بالا و اونایی هم که حالا به اینترنت شما براتون همخونی نداره نات ردی میشه میاد این پایین. شما میتونی به صورت دستی از اینجا یه سرور رو انتخاب کنی، یا اینکه بیایم عقب و روی این گزینه Find Best Server اینجا میاد بین تمام اون لیست طولانی، حالا من روش کلیک میکنم، بین تمام اون لیست طولانی سرورهاش همه رو آنالیز میکنه با توجه به نت شما، ببینه که کدوم سرور پایین ترین پینگ و بهترین سرعت رو به شما میده که حالا خودش هم اوتو کانکت، بعدش کانکت میشه و الان نتیجهش رو بهتون نشون میدم چون خیلی قویه. و همینطور که این داره پیدا میکنه، من یه نکته دیگه هم بهتون بگم، به این تونل اسپلیت پایین اصلا دست نزنید، چون این برای تونل کردن کل گوشی شماست و اگه این رو بخواید خاموشش کنید باید به صورت دستی برای برنامه تعریف کنید که چه برنامه هایی رو براتون تونل کنه، مثل اینستاگرام، مثل یوتیوب، و کلا به اون پایین دست نزنید، اینجوری خیلی بهتره. و خب همین، بریم یه تست داخل اینستا ازش بگیریم و ببینیم که سرعت لود کردنش به چه صورته. رفرش میکنم صفحه رو. خب سرعت نسبتا قابل قبولی داره و به نظر من، حالا شاید بسته به نت منه که الان یک مقدار داره دیر لود میکنه. من البته دستکاری نکردم سرعت ویدیو رو و همین چیزی که دارید میبینید همینه. حالا یه ویدیو هم طبق معمول براتون پلی میکنیم که ببینیم آیا قطعی داره موقع پخش یا نه. که خب بدون قطعی و روون با کیفیت بالا در اجرا میکنه و خب به نظر من سرعت قابل قبولی برای اکسپلور اینستاست. منتها ما میریم یه تست داخل یوتیوب ازش بگیریم، چون خب یوتیوب پلتفرم سنگین تریه، از اونجایی که ما هم یه سری محدودیت ها از داخل داریم هم یه سری محدودیت های از خارج. VPNی که بتونه یوتیوب رو، حالا سرعتش هم که دارید میبینید، اینجوری بخواد یوتیوب رو برای ما لود کنه، طبیعتاً یه VPNیه که فوق العاده است. به نظر من که یه VPNی که واقعا میشه بلند مدت ازش استفاده کرد و یه گزینه خیلی خوبیه که دیگه هی نریم VPN عوض کنیم از این برنامه به اون برنامه که حالا یکی جواب میده یکی نمیده. و چیز فوق العاده. و نکته آخرم بهتون بگم، روی همه اپراتورها من تست کردم جواب بوده، ولی نمیخوام تایم ویدیو رو طولانی کنم که حالا هی برم بهتون بگم با همراه اول اوکی، با ایرانسل اوکی. من تست کردم همش اوکی بوده. حالا خودتونم امتحان کنید، توی کامنت ها جوابشو بهم بگید. لایک و کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره. دمتون گرم. خدا نگهدار.